چرا آدم‌ها بعد از تغییر ظاهری احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنن؟ من امروز اینجام تا اینو از لحاظ روانشناختی و علمی براتون بررسیش کنم. اولیش اثر حاله‌ایه. یعنی اینکه تو وقتی که تغییر ظاهری میکنی، خب بازخوردهای مثبت‌تری از دیگران داری، مثل باهوش بودن، مثل موفق بودن، رفتار محترمانه تر و همه این بازخوردها باعث میشه که تو اعتماد به نفست بیشتر بشه. دومیش نظریه خود ادراکیه. طبق این نظریه انسان فقط از درون احساساتش رو نمیشناسه، بلکه از روی رفتار و ظاهر خودش هم نتیجه گیری میکنه. مثلا مغز ممکنه که اینطوری استدلال کنه که من برای خودم وقت گذاشتم، من خوشپوش هستم، از خودم مراقبت میکنم، پس لابد آدم ارزشمندتری هستم. یعنی ظاهر فرد روی برداشت شخصی خودش هم اثر میذاره. سومی شناخت وابسته به لباسه. یه سری پژوهش‌ها اومدن نشون دادن که لباس و ظاهر فقط روی نظر دیگران تاثیر نمیذاره، بلکه روی عملکرد خود فرد هم تاثیر میذاره. مثلا افراد با لباس رسمی یا لباسی که توی اون حس قدرت میکنن، خب راحت‌تر تصمیم گیری میکنن، با اعتماد به نفس‌تر صحبت میکنن. حتی توی یه سری آزمایش‌ها نشون داده که عملکرد شناختی بهتری نشون دادن. مثلا خودمون هم تجربه داریم دیگه، یه جا وقتی میری لباستو دوست داری، موهاتو دوست داری، قیافتو دوست داری، خب خیلی اعتماد به نفس بیشتری هم داری، راحت‌تر با آدم‌ها معاشرت می‌کنی. و برعکسش وقتی که خودتو خیلی ظاهرتو دوست نداشته باشی، احساس راحتی نداری و اعتماد به نفست میاد پایین. چهارمیش پاداش مغزه. یعنی بعد از تغییر ظاهری تعریف میشنوی یا توی آینه که از خودت خوشت میاد، سیستم پاداش مغز فعال میشه. موادی مثل دوپامین و تا حدی سروتونین میتونن توی این تجربه نقش داشته باشن. البته این موضوع کلاً به عوامل زیادی بستگی داره و فقط نباید تصور کرد که یک تغییر ظاهری به تنهایی باعث افزایش پایدار این مواد میشه. یعنی اینا ممکنه که موقتی باشن، همون لحظه که تغییر کردین اعتماد به نفستون بیشتر بشه. پنجمیش خودکارآمدیه. نظریه آلبرت بندورا میگه که وقتی فرد تونسته که تغییری که میخواسته رو ایجاد کنه، باورهاش به توانایی خودش بیشتر میشه. یعنی من وقتی که 20 کیلو وزن کم میکنم، فقط نمیگم که فقط لاغر شدم، به خودم باور پیدا میکنم که خب پس من کارهای دیگر رو هم میتونم انجام بدم. این حس اعتماد به نفس رو افزایش میده. شیشمیش تصویر بدنیه. اعتماد به نفس همیشه به زیبایی واقعی مربوط نیست، بیشتر به برداشت فرد از بدنش مربوطه. ممکنه که دو نفر عین هم باشن، مثلا دو تا دوقلو رو در نظر بگیریم، ظاهرشون، همه چیشون، حتی تیپاشون ممکنه عین هم باشه، ولی یه دونهشون احساس زیبایی و جذابیت بکنه و اون یکی نکنه. تحقیقات نشون میده که تصویر ذهنی از بدن پیش بینی کننده قوی تری برای اعتماد به نفس تا جذابیت ظاهری که دیگران ارزیابی میکنن. کلا جمع‌بندیش اینه که از نظر علمی تغییر ظاهری میتونه اعتماد به نفس رو افزایش بده، اما معمولا از چند طریق میتونه همزمان تغییر نحوه رفتار دیگران با فرد، تغییر برداشت فرد از خودش، فعال شدن سیستم پاداش مغز در اثر تجربه‌های مثبت، افزایش احساس کنترل و خودکارآمدی. به همین دلیله که دو نفر ممکنه یه عمل زیبایی مشابه داشته باشن، اما نتیجه روانشناختی کاملا متفاوت باشه، که مشکل فرد عزت نفس پایینش ممکنه باشه. تغییر ظاهر ممکنه فقط به طور موقت، همون چیزی که گفتم، فقط ممکنه به طور موقت حالمون رو عوض کنه و بهش اعتماد به نفس بده. و کلا تغییر ظاهری که به ما اعتماد به نفس میده ممکنه که موقت باشه، یعنی حتما موقته. شما باید از درون روی خودتون کار کنین و عزت نفس قوی داشته باشین تا همیشه احساس ارزشمندی و احساس خوبی به خودتون داشته باشین، تا اعتماد به نفستون هم بیشتر باشه.